من همین الان یه مشاوره رایگان بهشون میدم، یه مشاوره رایگان به هر کسی که این ویدیو رو نگاه میکنه نوش جانش. حالا تو یوتیوب خودم هم دادم تو لایوش. من میگم تمام شغلای ایران باید درآمد داشته باشن از طریق فضای مجازی. رو میگه آقا ما وقت نمیکنیم، میگم اشتباه میکنی وقت نمیکنی، ادمین بگیر. میگه آخه من تعمیرکارم، میگم تو که اصلا 100% باید داشته باشی. من تعمیرکار میکروفونم 1000% باید داشته باشی. من لیوان میسازم تو 100% باید اینستاگرام داشته باشی. من گردو میفروشم تو که اصلا بابا میتونی 3 تا واسطه رو حذف کنی. 3 علت این که نری از بازار گردو بخری، باید از من گردو بخری. گردوی پوچو چجوری تشخیص بدیم؟ با 5 تا ویدیو از یوتیوب نگاه کن ببین. آموزش تولید محتوا رو نگاه کن. 5 تا. چرا میگم انگلیسی هر یاد بگیر؟ ببین درآمد تو رو از 15 میلیون کرد 1 میلیارد و 500 در ماه. آقا امکان نداره. مگه میشه؟ به خدا میشه؟ به خدا میشه؟ الان این تولید کننده مدرسا میان چیکار میکنن؟ با کشاورزا قرارداد میبندن، میگه من تولید محتوا رو به تو یاد میدم، 30% فروش تو ازت میگیرم. کشاورز برگشتی گفتی این ژانر زندگی روستایی ها بی کلامم ها. از همینجا من به دوربین میگم $200,000 در ماه مثلا یه کشاورز در آورده، فقط لایف استایلش نشون داده. بله. شاید برای شما عجیب باشه $200,000. مخاطبش هم مخاطب بین المللی نگاه میکنه، حرفم نمیزنه تو ویدیو، فقط کار روزمره شو داره. ما 3 تا پسر بچه داریم تو ایران. بله دام استودیو $200,000 در ماه در میارن نفری. درآمدشون تو اوجش $600,000 بوده. 3 تا بچه 10-80 روستایی توی گرگان. برام واقعا جذابه که ببینم این 3 تا بچه که شروع فعالیتشون هم با کرونا و پندمی بوده الان چه احساسی دارن. 13 میلیون 12 میلیون مخاطب بین المللی. معجزه نخبه. و شاید پدر مادرشون اصلا اینا رو آدم معمولی بدونن. فکر میکنم بالاترین سنشون 20 ساله، 21